سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به کانال خودتون. و اومدم که آموزش کانفیگ ویلس رو بدم، یعنی آموزش ساخت کانفیگ ویلس با ورکر. این ورکر رو من خودم ساختم، باش یه دونه کانفیگ و فرستادم. بچه ها گفتن هم با همراه اول هم با مخابرات یعنی اوکی بوده و هیچ مشکلی نداشتن داخل وصل شدن بهش. سرعتش هم براشون خوب بوده. پس من آموزشش رو میگیرم. اولین کاری که باید انجام بدین اینه که برین داخل این قسمت، داخل خود گیت هاب، لینکش رو براتون میذارم و ورکر رو دانلود کنید. تنها کاری که باید اینجا داخل گیت هاب انجام بدید همینه، روی این علامت دانلود این پایین میزنید و ورکر رو دانلود میکنید. کار بعدی که باید انجام بدین، میرین داخل اکانت کلودفلرتون. آموزش ساخت اکانت کلودفلر هم فراوونه، اصلا کاری هم واقعا نداره ساختنش، مثل هر سایت دیگه میرین یه اکانت میسازین، ساین اپ میکنه. بعد اینکه اکانت رو ساختین میرین داخل ورکر اند پیج و روی کریت میزنین. دوباره روی کریت ورکر میزنین و دیپلوی رو میزنین. مثلا هیچی نیاز نیست عوض کنین، خودش براتون اسم هم میذاره. ببینید الان جدیدن همراه اول اومده وارپ هیدیفایر رو فیلتر کرده. حالا نمیدونم اختلال درست میشه یا نه، ولی خب من الان اومدم این آموزش رو مخصوص همراه اول و مخابرات گذاشتم. البته روی ایرانسل و بقیه اپراتورها هم تست کردم، وصل شده و سرعت خوبی هم داشته. و حالا روی ادیت کد میزنم، ثبت میکنم تا صفحه بالا بیاد. خب الان ورکر ساخته شد. یه ورکر دیفالت برای من ساخت، خورده صفحه بره بالا. خب و الان من میخوام ورکر هلو ورلد رو پاک کنم و پاک شد. یه کلیک طولانی که روش کنین یه منو باز میشه، گزینه آخر نوشته دلیت که پاک میشه. حالا اینجا دوباره یه کلیک طولانی دیگه میکنم تو این صفحه و آپلود رو میزنم. خب الان ورکر جدیدی که دانلود کردم رو از تب ریسنت، ورکر 8، خب انتخاب میکنم و رینیمش میکنم. رینیم که کردین باید بنویسین ورکر اسمشو عوض میکنین، میذارین worker.js، ای زبونم میگیره، و اینو سیو میکنین. حالا کاری که باید انجام بدین، میرین داخل این سایت UUID و اولین UUID که بهتون میده، حالا من یه بار رفرش میکنم صفحه رو، UUID که بهتون میده رو کپی میکنین و برمیگردین میرین داخل ورکرتون. خط 200، چرا اینجوریه؟ خط 201. بله اینجا خط 201. حالا من اینو ببندم یه خورده صفحه بزرگ بشه. خط 201 اینجا پاکش میکنم و جای این UUID خودم رو میزنم. حالا کاری که باید انجام بدم اینه که دیپلویش کنم و سیو اند دیپلوی. ثبت میکنم تا این پایین برام بنویسه ورژن سیفد که زد. حالا تنها کاری که باید انجام بدم، میزنم روی این گزینه worker.dev و این صفحه برام اومد و این ارور رو بهم داد. حالا همین لینک رو کپی میکنم، کار ما تموم شد. کاری که باید انجام بدیم اینه که باید بریم داخل ویتوره انجی، این پلاس رو بزنیم، کانفیگ ویلس رو انتخاب کنیم. حالا یه اسم براش انتخاب میکنیم، مثلا ورکر نیو و آدرس. اینجا ببینید من خود کسی که سازنده این ورکر بود نوشته بود که میتونید آی پی تمیز بذارید. من آی پی تمیز گذاشتم، نشد. شما تست کنید با آی پی تمیز
حالا براتون میذارم سایت اونم میذارم که آی پی تمیز ازش بگیرید، از اونجا بگیرید تست کنید. پورتش همین 443 باید باشه، اصلا عوض نکنید پورتو. ادرس رو من فعلا همون آدرس ورکر خودم رو میذارم. این آخر یه دونه اینو باید پاک کنید و اولش هم از اینجا باید پاک کنید و کل آدرس ورکر فقط بمونه. خب اینجا داخل آیدی باید برید همون یو آیدی که از اینجا گرفتین رو کپی کنین. حالا من داخل کلیپ بوردم هست، همون یو آیدی رو کپی کنید و اینجا بذارید داخل آیدی. دقیقا همونی که داخل ورکر زدید اینجا هم باید بذارید، غیر این باشه بالا نمیاد. و اینجا نتورک رو باید WS بذارید و TLS رو بذارید روی TLS. SNI رو دوباره باید همون آدرس ورکرتون رو بذارید و اونا رو پاک کنید که بهتون گفتم مثل من. خب الان کانفیگ ما آماده است. شما و حالا یه چیز دیگه، شما اگر کسی به ورکرتون یعنی کانفیگتون وصل شد و میخواستین که دیگه وصل نباشه، یعنی نتونه بهش وصل شه، ببینید اینجا من یه دونه آیدی گذاشتم، یعنی همون یو آیدی که من گذاشتم اینجا و داخل ورکر هم ست کردم. میتونید برای قطع شدن دیگران از ورکرتون یا همون کانفیگتون بیاین دوباره یه دونه یو آیدی دیگه از این سایت بگیرید، یعنی صفحه رو که رفرش کنید یه دونه یو آیدی دیگه بهتون میده. اینجوری یه دونه یو آیدی دیگه بهتون میده. حالا من این خورده نتم فکر کنم ضعیف باشه و میرید یو آیدی جدیدی که بهتون داده کپی میکنید و جای یو آیدی قبلی میذارید و دیپلوی رو میزنید، سیو اند دیپلوی و تمام. دیگه تمام کسایی که بهتون وصل بودن، به کانفیگتون وصل بودن قطع میشن. خب حالا من کارش رو اینجا انجام دادم، تموم شد. این گزینه تیک این بالا رو میزنم و روی ورکر میزنم. خب میبینید که الان من بهش وصل شدم، پینگش هم اوکیه. یه تست داخل یوتیوب بگیرم، یه تست داخل یوتیوب میبینید که سرعتش هم واقعا خوبه. داخل تلگرام هم میبینید که همه چیز اوکی. خب اینم از آموزش ورکر. با بچه که تست کردیم با محدودیت های جدید همراه اول و مخابرات هم کار میکرد، هیچ مشکلی نداشت. و اگر خواستید آی پی تمیز ست کنید جای این آدرس براتون لینکش رو میذارم، لینک همون چیز آی پی تمیزو، سایتی که میتونید ازش آی پی تمیز بگیرید. اون اسکریپت که گذاشتم برای آی پی تمیز داخل چنل، با اون نمیتونید بگیرید بذارید اینجا. من تست کردم با اون جواب نداد. حالا اون سایت رو من تست نکردم ولی شاید کار کنه. حالا تست میکنم اگرم جواب داد به شما هم بگم. ولی همینجوریش هم اوکیه. حالا هر کدومتون خودش برای خودش یه دونه ورکر بسازه، واقعا همه چیز درسته. اصلا نیازی نیست که بخوایم ورکر بخوایم بریم آی پی تمیز بذارید یا نه. همینجوری برای من که جواب داد، برای شما هم که گذاشتم جواب داد. خب و یه چیز دیگه که یادم رفت برای این کانفیگ، الان من ساختمش نشونتونم دادم و ببینید ممکنه بهش وصل بشید و یوتیوب رو اجرا نکنه. خب میرین داخل ستینگ، گزینه Enable Local DNS و Enable Fake DNS رو فعال میکنید. خب همین دوتا رو که فعال کردید یه بار قطع میشین، دوباره بهش وصل میشین و دوباره تست یوتیوب بگیرم. میبینید که یوتیوب رو اوکی میاره. الان اگه همین رو قطع کنم دوباره که ببینید مشکل از همین رو قطع میکنم دوباره و میرم داخل یوتیوب.
حالا یه بار یوتیوب رو اول قطع کنم چون از قبل ببینید که نمیاره اصلا، یوتیوب رو همینجور موند. ولی اگر این گزینه رو برم فعال کنم، دوباره یوتیوب رو یه بار میبندم، دوباره میرم داخلش. اینجا حتی وصلش کردم نه. خب میبینید که الان اوکی شد با همون سرعت، همه چیز اوکی. خب مراقب خودتون باشید، لایک و ساب یادتون نره، حتما به دوستاتونم معرفی کنید، کانال تلگرام یادتون نره، هر مشکلی داشتید اونجا بهم بگید و تو نظراتی که ازتون میپرسم هم حتما شرکت کنین و نظر بدین راجع به کانفیگایی که میفرستم و روشایی که آموزش میدم تا بتونم روشای بهتری رو ارائه بدم. چون الان هیدیفای نشونتون بدم، الان روی همراه اولم هیدیفای برای خودم متصل میشه و پینگ داره. خیلی آماده بودن گفته بودن که هیدیفای برامون وصل نمیشه، تازه الان روی آلمان هم گذاشتمش و کانفیگای مختلفش هم الان من میزنم، همشون هم با همون اسکریپتی هن که مال خودم، یعنی خودم داخل کانال گذاشتم. پینگ 200 میده اصلا، همه چیش اوکی. و بعضی ها ولی روی همراه اول میگن اصلا کار نمیده بهم. حتما بهم خبر بدین اینا رو که منم بدونم، اگه اختلالی توی منطقه‌ای بود منم بدونم، در جریان باشم و کانفیگای بهتری آموزش بدم بسازیم. حالا با این کانفیگ که اوکیه، ولی خب روی هیدیفای من تست کردم خوب نبود دقیقتا. روی هیدیفای تست نکنین، روی ویتوری انجام بدین یا روی مهسا انجی. روی مهسا انجی هم اگه خواستین تست کنین حتما این گزینه رو فعال کنید که براتون فعال بشه. این گزینه Enable Local DNS چیز هم داره، مهسا انجی هم داره، اینو حتما فعالش کنید. خب مراقب خودتون باشید و تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.